بسیار میخواستم که درباره دوده و دودمان سرآمد این خاندان پدر سالار این خاندان سامان خدا صحبت آراییم، چون که از سامان خدا سر کرده تا پسرش اسد تا پسران اسد 4 نفر پسر دارد و درباره احمد ابن اسد، درباره نصر ابن احمد و دیگران معلومات قریب نیست، یعنی معلومات هست لیکن تاریخ نگاران همین سلسله را در خاندان سامانیان سر نمیکنند. برای همین خوب مدی نظر میکنند. برای همین خوب میشد که ما درباره دوده و دودمان این سرآمد این خاندان سامان خدا صحبت رو شروع کنیم. یعنی که این آگاهی ضرورت دارد استاد؟ البته امروز که درباره فرهنگ و درباره ملت‌سازی تلاش‌های زیادی هست، اکثر کشورهای همسایه میگویند که سامان خدا از نسب ما هست. برای همون ما باید به خوانندگان، به تماشابینان برسانیم که سامان خدا کی هست، از کدام دوده و دودمان است، سرآمدان او کی هستند، از کجا پیدا شد، در کجا زندگی کرد و فرزندان او چگونه به دنیا آمدند. برای همون ضرورت اساسی همین است. یعنی سامان خدا سرآمد پدر سالار و نخستین بنیادگذار دولت امروزه سامانیان هست و ما خود رو از دوده و دودمان سامان خدا میگیریم. بس بفرمایید، سخن از شما استاد. اول درباره برآمد همین سرآمدان سامان خدا سخن کنیم. بفرمایید. تاریخ نگاران اکثرش این را ذکر نکردند، سرآمد نخستینش را. سرآمد نخستین سامان خدا در دوره اشکانیان است، در دوره اوراد 2 که سالهای 53 تا 37 تا میلاد، سال شماره میلادی خفا میگردد، یعنی کم میشود. و در همین دوره یکی از سرلشکران بسیار توانای او از خاندان سورین ها با نام مهران رستم هست. مهران رستم یکی از سرلشکران بسیار توانا هست. تاریخ نگاران یونانی، پالیین و دیگران این رو بسیار توصیف کرده اند. نوشتند که یک جوانمردی بسیار قد بلند، زیبا، توانا، آنقدر توانا بود که میگوید اسبش رو میبرداشت. اسبش رو میبرداشت، همین قدر توانا بود. و در نبردها میگوید این رستم مهرداد در صف پیش بود، خودش سروری میکرد. وقتی که در زمان بابای همین آدم فرهاد میگویند، فرهاد 3 که سالهای 82 تا 55 پادشاهی کرده است، 55 تا میلاد. این فرهاد 3 همون ملک هایی که از دست رفته بود، هم ارمنستان و هم قسمت کردستان، همون قسمت شرقی، همون ها رو به دست در آوردن میخواهد، تلاش میکند و این با دولت روم اون وقته پسند نمی آید. و در دوره فرهاد پومپی تراک گفتگی یکی از سرلشکران توانای ریم قدیم به سرزمین اشکانیان لشکر میکشد و قسمی همون سرزمین ها را میگیرد و نام پومپی تراک همچون یکی از سرلشکران توانای روم بسیار مشهور است. و در این دوره فرهاد 3 بعضی ها میگن جانب فرزندانشون کشته شد و 2 پسر داشت، اوراد 2 و مهرداد 3. مهرداد 3 به تخت میشیند و بین برادران کمتر ناخوشی پیدا می شود. همین مهران رستم لشکر کشیده مهرداد را که در بابل بود سرکوب میکند، او را اسیر میگیرد و اومده به جای او برادرش اوراد 2 را به تخت میشیناند. مهران رستم تقریبا 30 ساله بود، 29 ساله بود. وقتی او یک مردی بسیار توصیف میکنند که ثروتمند بود. وقتی میگویند او به نبرد میرفت، پیش میرفت، از دنبال او میگوید قریب 200 تا خدمتگزار داشت. بعد پادشاه یا شاهنشاه اشکانیان میگوید
دومین آدم ثروتمند به شمار می رفت که در تاجگذاری اوراد میگوید این شرکت داشت. حتی میگوید کمربندی همون پادشاهیش رو اوراد دو به میان همون مهرداد رستم که سوره نام میبرند در میان او بس میگوید. شخصا خودش. شخصا خودش. یعنی تو ارزنده، بله. تو توانایی، بله. تو مرا به تخت نشاندی گفته. بله. به همین به رسم همین و خاندان سورین ها که این مهرداد رستم از همون خاندان است، یکی از خاندان های مشهورترین همون دولت اشکانیان بود. اینها را پهلوان میگفتند. اشک های پهلوان، سورین های پهلوان، مهران های پهلوان 7 خاندان بودند. بله. و در همین دوره در ریم قدیم کرس گفته که یک سرلشکر مرگ کرس، یک سرلشکر توانا بود که او ثروتمندترین آدم ریم بود و او میخواهد که نفوذ و اعتبار و لشکرکشیش برابر پومپی تروک و یولی سزار باشد. آنها نام برآورده بودند. یولی سزار مثلا همون به قسمت اروپا سفر کرده، همون مردم وحشی اروپا را توبه کرده بود. این پومپی تروک طرف اسپانیا لشکر کشیده بود و طرف ارمنیا. اکنون این میخواست که این هم شهرت پیدا کند. بله. و او همون سرزمین هایی که اوراد از حساب مثلا ریم در سوریه گرفته بود همون ها را برگرداندن میخواد و دولت سوریه را شکست دادن میخواد و به همین خاطر او 30,000 لشکر میگیرد و پسرش پوبلیکراس در دست یولی سزار خدمت میکرد. او با 10,000 لشکر دیگر به یاری پدر می آید. اینها 40,000 سپاه داشتند و وقتی که اینها به طرف مثلا همین سرزمین پورتو یا پرفیانو حرکت میکنند، اوراد دو گمان میکند که کرس و مثل پومپی تروک از طرف کوهستان ارمنستان می آید و او لشکرش را 2 قسم میکند. قسم اساسی را خودش گرفته با طرف همون کوهستان ارمنستان می رود و قسم کمتر لشکرش را 10,000 سپاهش را و همه مهرداد رستم می دهد که تو رفته به هر حال در همون همواره ها است که اگر آنها آمدن دمی روشان رو ببند. و این مهرداد رستم وقتی که می آید کرس و طرف کوهستان رفتن نمی خواهد، از همواره ها پیش می آید، از دریای دجله می گذرد. از دریای دجله در نزدیکی همون تیسفون پایتخت اینها بود میگذرد و کرس پیش آمدن میگیرد و میبیند که لشکری نیست، به آزاد آمدن میگیرد. این سورین یا که مهرداد رستم به سپاهیانش فرمان میدهد که در پشت تپه ها پنهان شوند و سلاحشان را بپوشانند که سلاحشان ننماید. پلوتارخ میگوید که وقتی که کرس میگوید خیلی پیش اومد، اینها میگوید از پس تپه برآمدند که سپرها و شمشیرها و کلاه خودهایشون در دم آفتاب میدرخشید میگوید و همه را سر کردن میگوید. این میگوید همگی 10,000 آدم داشت، کرس میگوید 30,000 آدم داشت. 30,000 لشکری مثلا هم مجهز رومی و میگوید اینها در نزد کران، اینا خران میگوین امروز در نزدیکی گازیانتپ است. من رفته بودم اونجا دیدم، اما رفتم. این 40 کیلومتر اندرون سرحد همون سوریه هست. اونجا سرحد بود، من گذشته نموندن نه که همون خران دیدم که همون جای همون نبردها را من دیدم رفته. در همون جا نبرد میشود و در این نبرد مهرداد رستم سرآمد خاندان سامانیان عقب میشیند و وقتی که آنها پیش می آیند این یک باره حمله میکند، میپیچاند و در این نبرد که سال 53 بود، در ماه سپتامبر سال 53 تا میلاد، کرس را شکست میدهد. کرس میبیند که این هجوم کرده است، پسرش پوبلیکراس را 12,000 عسکر توانایی که در نبردهای اروپا اشتراک کرده بودند در زیر فرمان یولی سزار اونها را میگوید حمله کنید. تجربه جنگی کلان داشتند و اینها حمله میکنند و در نبرد پوبلیکراس کشته میشود، پسر مرگ کرس. و این مهرداد سر همون پوبلیکراس رو میگیرد و پیش پدرش اومده میگوید که اگر تو تسلیم نشوی و مثل پسرت میشود.
و او میگوید حمله کنید و حمله نوکاله در این جنگ این شکست میدهند. 20,000 عسکر کرس کشته می شود، 10,000 عسکرش رو اسیر میگیرد، 12 پرچم روم رو در دست میگیرد. 12 پرچم روم، این برای رومیو این یک دهشت است. بافتن پرچم. بله. و سر کرس رو به نزد اوراد می آورد. رستم. به نزد اوراد رستم. عرفه توی بود میگویند همون تریداد پاچاه ارمنی شکست اینها رو پای بردن. این اتفاقی بود. دخترش رو با پسر من اوراد و پکار میدهد. پکار اوراد در همون توی سر این رو میبرند و این یک تنتنه بود. این یک هیچ کس باور نمیکرد که با 10,000 عسکر پوبلیک کرس و مارک کرس رو شکست دادن باشند. اوراد رشک میکند. از غایت رشک رستم مهران را و واویلون و بابل میفرستند برای سرکوب کردن بازمانده های سلوکیا و این در نبرد می رود و به طور پنهانه هنگام خواب کشته می شود. رستم رو این در 32 سالگی کشته می شود. یکی از سرآمدان بسیار توانای خاندان سامانیان که از دودمان اشکانیان بود، انا همین رستم مهرداد است از خاندان مهران ها که این را تاریخ نگاران کم ذکر کرده اند. لیکن من وقتی که همون رمان اسماعیل سامانی را می نوشتم بسیار گفتگو کردم، جستجو کردم و چند فصل هست در همین رمان. نسبنامه نام دارد و فصل سامان خدا و برمکیان. انا همین در 2 فصل من همین ها رو آوردگی هستم. البته کمتر آوردگی هستم، اشاره هست، لیکن این رو مفصل تر گفتم. یکی از سرآمدانش انا همین رستم مهران است که هیکل 2 متر و 15 سانتی متر از مس خالص است ساخته شده است. این هیکل پیدا شدگی و شاهنامه فردوسی هم میگویند فردوسی هم همون رستمی که میگویند انا همین رستم مهران است میگویند. رستم مهران رو استفاده بردگی است. این رو ادبیات شناسا هم میگویند همچون تمثال، همچون تمثال و همچون ابراز استفاده کردگی است. نفر دیگری که از دوده و دودمان خاندان سامانیان هست این بهرام چوبینه هست. بهرام چوبینه قریب 500 سال 550 سال بعد مهران یکی از سرلشکران و مرزبانان خاندان ساسانیان بود که در عهد هرمزد 4 که سالهای 579 590 میلادی پادشاهی کردگی است. در همون دوره مرزبان اردبیل، جبال، تبرستان، گرگان، رای و دیگر شهرها بود در قسمت شمالی. در سال 11 پادشاهی هرمز از 4 طرف همون دشمن ها حمله میکنند. از طرف شمال حاکم خزران، ملک خزران، از طرف شمال غربی حاکم ریم ماوریکی، از طرف شرق ترک ها، ساوش ها و از طرف غرب عرب ها. و این نمیداند چیکار کند، در وضعیت بسیار دشوار میموند و مصلحت میتیند که همین یک سرلشکر بسیار توانا و پهلوان است نامش بهرام چوبینه انمون دعوت کند. بهرام چوبینه را دعوت میکند، میبیند یک جوان قد بلند خینه همین وردیده هست، همون را پسند میکند، میگوید تو رفته با مقابل همون ساوچه جنگ میکنه. برای اون میگوید من و پادشاه روم میگوید مملکت های گرفتم برمیگردونم، با عرب ها اوزوقه و لباس و همون میفرستم، اونا هم خفا میگردن. با خزران میگوید ارمنستان یک پورش میتیم، لیکن ترکا میگوید با سروری ساوچه تا هرات آمده ایستادن، دم همه ها را رفته میگیریم. این هرمز خودش ترکزاده بود. این را ترکزاده برای اون میگفتند که پدرش خسرو انوشیروان هنگام نبردها با استیمی ترک دختر او را گرفته بود و همین هرمزد 4 از دختر همون ترکزاده استیمی زاده شد که
بعد سر خسرو انوشیروان این به تخت نشست و مردم همون ساسانی این را ترکزاده میگفتند و این به مقابل همون ترک هایی که از طرف مثلا سوچو و طرف هرات آمده ایستاده بود بهرام چوبینه رو روان میکنند. بهرام چوبینه 12,000 سپاه 40 ساله رو انتخاب میکنند و میگه این کم است، میگه برای من کافی است و این 12,000 رو گرفته میرود در همون یک دره تنگی که در میان بلخ و هرات است در مرورود همون جای میگیرد. از یک طرف کوه از یک طرف دریای خروشان دره تنگ است و همون سپاهیانش را در بلندی نفتاندازها را همون وادار میکند که نفتور سوزان را کرولا را گرد از بالا میگن پرتاب کنند. وقتی که جنگ سر میشود این ساوشو قریب 12 فیل از پیش میماند، 12 فیل همون کوه پیکره از پس فیل ها پیاده ها را جوی میکنند و آخر سواره ها را و این فیل ها همچون کوه اومدن میگیرند. اینها از بالا همون بهرام چوبینه همون تفها همون نفت های فروزان میپرتاید، به چشم فیل ها تیر میزنند، فیل ها رمیده قفا میشنند، لشکر پیاده را پخش میکنند و لشکر پراکنده میشود. بهرام چوبینه با یک تیر سوچو را از پای میافتاند، سوچو کشته میشود، لشکر 100,000 سوچو عقیب میشند، بسیارش اسیر میافتند و این بلخ را رفته میگیرد و 40 روز در بلخ همون تنتنه میکند و خبر میرساند که من غلبه کردم و هرمز دیچور در برابر دیگر ملکایی که داشت مرزبانه هرات و بلخ را هم به این میدهد و در عین همون توی پسر سوچو فرموده نام دارد. بناگاه حمله میکند و در نبرد بهرام چوبینه کمتر بخبر میماند، کمتر عقب نشینی میکند. بعد لشکرش را گرد کرده فرموده را شکست میدهد، فرموده را با همراه 6,000 لشکرش اسیر میگیرد و خبر میرساند که من فرموده را شکست دادم، فرموده در دست من اسیر است، همراه 6,000 چیکار کنم؟ هرمز بیچار از تیسفون فرمان میدهد که غنیمت‌ها را همراه اسیران به نزد من بگیرید. وقتی که اسیران به تیسفون میروند این هرمز بیچار تقاضاده بودند، خطی فرموده هرمز بیچار تقای فرموده میشد. این را پیشواز میگیرد، مهربانی میکند، مهمانداری میکند و وقتی که بهرام چوبینه اعتراض میکند که آخر این چی گپ است، بعد اون از سر خشم یک غول میفرستد، غول برای در گردن نهادن و یک دوک میفرستد. میگه تو میگه سزاوار همین هستی، تو میگه غول در گردنت بینه و دوک را همون پشم را رسیدن بگیره و این بهرام چوبینه از غایت خشم در نزد سپاهیانش برآمده غول را در گردنش می و پشم را رسیدن میگیرد. میگه این پاداش هرمز بیچار است برای پیروزی ما. بعد این لشکرش به خشم میگوید ما رفته میگوید هرمز را سرنگون میکنیم و تو را پاچا میمانیم و این همراه سپاهیانش به طرف تیسفون پایتخت خاندان ساسانیان میآید و در این دوره همون عملداران و بزرگان خاندان ساسانیان آگاه شده هرمز را کور میکنند و به جای او پسرش خسرو پرویز را میشنانند. خسرو پرویز سال 589 به تخت نشستگی است و در همین دوره میان بهرام چوبینه و خسرو پرویز در نهروان یک نبرد می شود. خسرو پرویز شکست می خورد، می گریزد به دولت روم، به نزد موریکی. دختر موریکی را به زنی می گیرد، مریم نام دارد. انا همون ابراز شیرین انا همون مریم است انا که همون شاعران ما توصیف خسرو شیرین. بله. و به تخت بهرام چوبینه میشینند. بهرام چوبینه شیشته نسبش را یاد میکند، میگوید من از خاندان اشکانیان بزرگ هستم. میگوید سرآمد من میگوید مهرداد رستم است. میگوید
برای همون میگوید عدالت برقرار شد و خاندان ما را میگوید بیهوده سرنگون کرده بودند و اینک میگوید عدالت برقرار شد، من به تخت نشستم و تخت سلطانیان را گرفتم. و این گپ به همون عملداران و دولت مردان و بزرگان همون خاندان ساسانیان نمیفورد. اینها خاندان اشکانیان رو بد میدیدند. در تاریخ خاندان اشکانیان رو تاریخ نامه های اسلامی قریب کم گفتگی هستند و حتی فردوسی همگی در 5 صفحه و 6 صفحه آوردگی است در همشون، برای معلومات نبود، معلومات همه را نابود کردند. بله. و آن همین بهرام چوبینان به جای خسرو پرویز میشیند. خسرو پرویز قسم زمین هایی که اینها گرفته بودند و ماوریکی با امپراتور روم برمیگرداند. امپراتور روم با 70,000 سپاهی پسرش بناتوس را سرلشکر گذاشته خسرو پرویز را به وطن برمیگرداند و قریبی نبرد می شود. اکثر آنهایی که جانبدار بهرام چوبینه بودند پنهانه در نتیجه ترغیب و در نتیجه پاداش دادن به طرف خسرو پرویز میگذارند و بهرام چوبینه میبیند که همگی 4,000 سپاهی دارد در مقابل قریب 100,000 سپاهی خسرو پرویز. او نبرد را ترک کرده و بلخ می آید و فرموده همون آدمی که اسیر گرفته بود این را حاکم بلخ میماند. حاکم بلخ میماند و این در بلخ حاکمی کرده صاحب 3 پسر می شود: نوشرات، مهران و شاپور. آن همه خاندان سامانیان از نوشرات رویدگی است. نوشرات 3 پسر دارد و 4مش ارشک آن همین سامان خداد است. ما این دفعه درباره همون سرآمدان خاندان سامان خداد صحبت کردیم. یعنی سامان خداد از 2 سلسله، از خاندان رستم مهران و از خاندان بهرام چوبینه رویده است که اینها قریب میان اینها فاصله قریب 700 سال 700-800 سال است. بله. و بهرام چوبینه در دوره همون در بلخ بودنش تا اومدن عرب ها حاکم بلخ بود. یعنی حاکمی که از بابایش مثلا نوشرات، از تمغاس، از همونا مانده بود، این همون حاکمی را دوام میداد. وقتی که عرب ها به سرزمین بلخ هجوم کردند، بلخ را گرفتند و سازشنامه میبندند. همین سامان خداد که ارشک نام داشت همراه برمک خواهین آتشکده نوبهار همراه سرلشکر گراز و خودش میبراین و پیشواز میبینند که همه شهرهایی که همین قیس ضبط کرد همه آنها را خراب کرد، باز همون پلها را ستانیده گرفت. بادغیس را، مروارود را، هرات را همه را ضبط کرده گرفت. برای همین صلح پیشنهاد میکنند، صلحی که در یک وقت 400,000 درم میدهند و هر سال 100,000 درم و این صلح بسته می شود و در صحبت آینده ما درباره سامان خداد مفصل صحبت خواهیم کرد.